یکی از بازارهای کریسمسی اینجا رو دوباره بهتون نشون بدم. این یکی از معروف ترین بازارهای کریسمسی اینجاست که خیلی هم خوشگله. اسمش اشپیتلبرگه. الان دارم با دوستم میرم اونجا، میخوام براتون ویدیو بگیرم. امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیو. بچه‌ها، دوستم بهنوش. سلام دوستان. خوش اومدین به ویدیو پریا. منم دارم ویدیو میگیرم. آره، ما جفتمون با هم تارگت گذاشتیم که کریسمس مارکت‌ها رو بریم ویدیو بگیریم، همشون دونه ویدیو بگیریم چون واقعا خوشگله. خیلی خوشگله. دوست داشتیم به شما هم نشون بدیم. اینی که الان داریم میریم فکر کنم روز خوشگل‌تریناشه. دقیقاً. خیلی خوشگله. حالا که بریم ببینیم چطوریه. آره. با ما همراه باشید. خیلی وایب اینجا رو دوست دارم. اینقدر رویایی و قشنگه. اینجا رو نگاه. اینجا دیگه فکر کنم توی کریسمس یکی از تفریحات خودشون هم اینه که بیان کریسمس مارکت ها، حالا نوشیدنی بخورن، غذا بخورن، عکس بگیرن، کلا مکان لذت بخشی. جذابیت‌های اینجا به نظرم اینه که خب اینجور مارکت ها اینجا خیلی زیاد نیست و فقط تو تایم کریسمس و اینا این شکلی خیلی زیاد میشه. مثلا حال و هواش خیلی جالبه. میگم همه مثلا
میان خرید میکنن، خوراکی میخورن و همه خوشحال و شاد و ناخودآگاه آدم وایب خوبی میگیره، خودش هم حالش خوب میشه. مثل عیدای خودمون تو ایرانه دیگه، مثلا دیدی حال و هوای شهر چه شکلی میشه. ولی خب اینجا من همیشه میگم مثلا اینا واسه سال نو کریسمسشون خیلی بیشتر احساس میکنم زحمت میکشن و خیلی بیشتر انگار اهمیت میدن، خیلی براشون مهمتره و قشنگ جانانه جشن میگیرن و اینطوری. من اینجا رو خیلی دوست داشتم دیگه، چون بهنوش هم داره خودش ویدیو میگیره، منم دارم خودم ویدیو میگیرم. یه جاهایی مثلا جدا میشیم که هر کی ویدیوی خودش رو بگیره که توی صحبت کردنمون تداخل ایجاد نشه. ولی کلا خیلی وایب اینجا رو دوست دارم. هم آدمایی که اینجا حالا یه چیز دارن میفروشن خیلی مهربونن و خوشروان، ازشون حس خوبی میگیری. هم کلا آدمایی که مثلا میان نگاه میکنن و حالا یه چیز دارن میخورن و اینا. کلا رفتار آدم‌ها اینجا خیلی خوبه. اینجا یکی از تفریحات ما هم شده به کریسمس مارکت ها سر زدن و خیلی دوست دارم که واسهتون ویدیو بگیرم، همه رو شما هم ببینید و حس کنید که با ما همراهید و دارید اینجا رو دور میزنید.
یه حس تو راجع به این مغازه بگو. ببین کاش این مغازه مال ما بود. واقعا یعنی من واقعا اگه اینجا مال من بود، دنیای ما اینجاست. هیچ چیزی دیگه از خدا نمیخواستم. دنیای ما اینجاست. من داشتم میگفتم بچه‌ها عشقمون بچه‌ها. ببین اینقدر چیزای خوشگل و هیجان انگیز داره که دونه دونش آدمو به وجد میاره. اصلا اینقدر واقعا اگه تو کار مثلا شیرینی و شکلات و اینا هستین ایده بگیرین، خیلی چیزای خوشگلی داره. خیلی واقعا خیلی. آقا ما اون کریسمس مارکت رو که دیدیم تصمیم گرفتیم بیایم ایکیا یه ذره بشینیم و استراحت کنیم و حالا یه چیزی بخوریم. خرید خاصی که نداشتیم اینجا، ولی اینجا یه جایی داره که آدم میتونه بشینه، کلا مثل فود کورت طوره دیگه، جای نشستن داره و حالا غذا و نوشیدنی هر چی بخوایم میتونیم بگیریم بخوریم. همزمان بهنوش هم داره ولاگ میره. آره ما جفتمون داریم ولاگ می‌کنیم. خوشگل بود اینجا خیلی. امیدوارم که شما از ویدیوهای ما لذت برده باشین. تا کریسمس مارکت بعدی خداحافظ.